آروشا. فصل 1 بخش 6. نخستین روز از اردیبهشت ماه بود. از خروسخان صبح جنب و جوش زیادی در خانه بود. چند جوان در حیاط روی تیغه دیوارها قالیچه‌های عنابی و پسته‌ای رنگ پهن می‌کردند. چند زن همسایه در ایوان روی پا نشسته بودند و میوه‌های شسته را در دیس‌های بزرگ نقره روی هم می‌چیدند. 2 زن دیگر در نشیمنگاه بیوقفه چنگ و دف می‌زدند. چند زن هم در کنار آنها در حال آویختن پارچه‌های منجوق دوزی شده سبز به دیوارها بودند. آراد در حیاط بود و با دقت سرگرم آماده کردن سور دخترش بود. آذرمهر هم در نشیمنگاه در حال مدیریت جشن بود، اگرچه در صورتش نگرانی موج می‌زد ولی مانند پروانه می‌چرخید و بر همه چیز نظارت داشت. سانیا هم در گوشه‌ای از نشیمنگاه روی زمین نشسته بود و شیرینی‌هایی را که از چند روز قبل آماده کرده بود در دیس‌های کوچک و بزرگ طلا روی هم می‌چید. آویسا هم در کنارش بود و با لب‌های برآمده از شیرینی او را تماشا می‌کرد. او در اتاق مادر و پدرش روی زمین نشسته بود و چند زن در اطرافش هر کدام سرگرم کاری بودند. یکی از آنها زن کوتاه قد چاقی بود که نخست صورتش را بند انداخته بود و سپس با یک موچین مفرقی زیر ابروهایش را برداشته بود. به قدری کار او دردناک بود که تمام وقت زیر دستش اشک ریخته بود و با خودش عهد کرده بود دیگر هرگز نه صورتش را بند بیندازد و نه ابروهایش را بردارد. زن میان سال سیاه چرده‌ای هم برایش در کاسه‌ای حنا درست کرده بود و با کمک انتهای پر بلندی روی دست و پاهایش با حنا نقش و نگارهای زیبا می‌کشید. بعد هم متکای بلندی زیر پایش گذاشته بود و با 4 انگشت خود خمیر سبز حنا را به کف پاهای او می‌مالید و حالا هم 2 زانو کنارش نشسته بود تا حنا رنگ بیاندازد. زن جوانی هم که در پشت سرش بود منقل مفرقی کوچکی کنار دستش داشت که روی زغال‌های گداخته آن چند میله بلند و باریک آهنی گذاشته بود تا خوب داغ شود. سپس میله ها را یکی یکی با دستمال ضخیمی از منقل برداشت و با نوک انگشت سبابه‌اش که آنها را با زبان خیس کرده بود به میله ها میزد تا گرمای آنها را بسنجد. بعد هر کدام صدای جز بیشتری میداد، خاک سرش را با دستمال پاک میکرد و دسته ای از موی او را دوران میپیچید. سپس میله را از میان مو بیرون میکشید و لولهای مو را روی هم میانداخت. او قوز کرده نشسته بود و به خشک شدن نقش‌های حنا نگاه میکرد که زن کوتاه قد چاق با آینه گرد کوچکی آمد کنارش نشست و آینه را مقابل صورتش گرفت و با شوق پرسید: چطور است؟ به صورت خالی از احساس خودش نگاه کرد. هیچ نشانی از زنده بودن در آن یافت نمی‌شد. درست شبیه عروسک‌های دستدوز دایه‌اش شده بود. انگار هر کسی هر کاری که می‌خواست با او می‌کرد و او بدون هیچ واکنشی با آن 2 مهره خرمایی رنگ به جای چشم‌ها فقط به آنها نگاه می‌کرد. بیان که حتی ذره‌ای از پریشانی درون چشم‌هایش پیدا باشد. یا شبحی که شبیه خودش در اتاق میچرخید او را ترسانده باشد. با صدای خرت در چوبی مادر وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. زن با آینه‌اش از جا برخاست و کنار دیوار ایستاد. مادر در همان حال که به طرفش میآمد پرسید: آروشا جان، در چه حالی؟ سپس روی پنجه پا کنارش نشست و وقتی صورتش را از نزدیک دید با هیجان گفت: ابروهایت چه زیبا شدند. دوباره به صورتش نگاه کرد و بعد با غرور گفت: دخترک زیبای من. ولی دوباره چشمهایش را ریز کرد و وقتی لنگه های ابرو را خوب با هم مقایسه کرد گفت: نه، با هم مو نمیزنند. اما چیزی نگذشت که چند تار موی اضافی زیر ابروی چپ پیدا کرد و با نوک انگشت به زن کوتاه قد چاق نشان داد و از او خواسته آنها را با موچین بردارد. سپس با لحن مادرانه‌ای ادامه داد: کمی روغن بادام هم دور ابروهایش بزن تا این قرمزی زودتر خوب شود. رویش را به زن سیاه چرده کرد و پرسید: چقدر دیگر باید بماند؟ زن بیدرنگ پاسخ داد: بگذارید ببینم.
و آنگاه با ناخن کمی از حنای کف دستش را پاک کرد و گفت رنگ انداخته، میروم آفتاب لگن را آماده کنم. و بعد از اتاق بیرون رفت. مادر که گویی متوجه سکوتش شده بود پرسید آروشا جان، خوبی؟ خوبم مادر. سپس با تبسمی به چشمهای هم نگاه کردند تا اینکه مادر با صورتی خوشنود روی پنجه‌هایش از جا برخاست و همزمان در اتاق نیز گشوده شد و زن با آفتاب لگن به اتاق آمد. پس از آن چیزی نگذشت که با آبی که زن سیاه چرده با آفتاب روی دستش میریخت ذرات خشک حنا را شست. نقش‌های قرمز زیبایی پشت و روی دستهایش به جا مانده بود و همچنان با آنها نگاه می‌کرد که زن پاهایش را نیز شست و با پارچه‌ای سبز رنگ خشک کرد. مادر با نگاه به نقش و نگارهای حنا شوق زده گفت خجسته با دخترم، چقدر زیبا شده، میپسندی؟ مادر میخواست با پرسشی او را به حرف وادار کند. او هم برای خوشنود کردن مادر سرش را تکان داد و گفت آری، خیلی زیبا شده. مادر لبخندی زد و سپس رو به زن سیاه چرده گفت دستت درد نکند، شیرینیت را کنار گذاشتم. آنگاه به سوی در اتاق رفت و آن را باز نگه داشت تا زن با آفتاب لگن از آن اتاق بیرون بیاید. بعد از همان پایه در گفت آروشا جان، من میروم به بقیه کارها برسم. اگر کاری داشتی مرا خبر کن. سپس رویش را به زن لاغر جوانی که ساکت گوشه اتاق نشسته بود کرد و گفت آرایشش که تمام شد باز میگردم تا به او پیراهنش را بپوشانم. و با لبخندی از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست. دختر لاغر جوان از جا بلند شد و با جعبه 7 قلم آرایش آمد و کنارش نشست. به جعبه که مادر آن را برای جهیزیه‌اش تدارک دیده بود نگاه کرد. جعبه از جنس نقره بود و روی در و اطراف آن با نقش‌های ریز و درشتی از گل‌های نیلوفر آبی کنده کاری شده بود. داخل آن یک سرمدان نقره بود که میله آن متناسب با نقش جعبه به شکل یک شاخه گل نیلوفر آبی بود. همچنین وسمه برای ابروها، سفیداب برای سفید کردن صورت و جعبه نقره کوچکی از سرخ که برای قرمز کردن گونه‌ها و لب‌ها استفاده می‌شد. همچنین شیشه کوچکی از عطر گل سرخ و شیشه بزرگی روغن معطر برای پوست بدن. در جعبه گرد کوچکی از نقره هم پودر طلا بود که به آن زرک می‌گفتند. همچنین یک آینه گرد کوچک در قاب نقره و شانه 4 گوش گرانبهایی از عاج فیل که مادر از مدتها پیش سفارش آن را به آشنایی داده بود تا از سرزمین‌های دور قلمرو هخامنشی برایش بیاورند. شنیده بود که شانه زدن با آن راحت‌تر از شانه‌های چوبی است و این تنها چیزی بود که در بین تمام وسایل جعبه آن را دوست داشت و دلش می‌خواست آن را امتحان کند. دختر گفت سرتان را بی حرکت به دیوار تکیه بدهید تا کارم را شروع کنم. سرش را به دیوار تکیه داد و بی حرکت به الوارهای سقف خیره شد. احساس می‌کرد در حوضچه‌ای مالامال از جلبک‌های اندوه ایستاده و تا هنگامی که پاهایش را از حوضچه بیرون نگذارد جلبک‌ها نیز در حال رشدند. سپس دست خاطرات را گرفت و از آن حوضچه پر اندوه بیرون آمد و خودش را در نخستین دیدار با دارا دید. گونه‌هایش می‌سوختند و قلبش پرتپش می‌تپید و هنگامی که نگاهش به نگاه او قفل شد، دختر بیتاب و لجوجی که درونش بود حاضر نمی‌شد چشم از او بردارد و زنی که در بیرونش بود تمام تلاشش را می‌کرد که خوددار باشد. سپس به یاد آن غروب زیبا و محزون در پردیس شاهی افتاد و عطر شب‌بوها در مشامش دوباره جاری شد و صدای گام‌های سنگین و پرشتاب دارا را دوباره در گوش‌هایش طنین انداخت که در پشت سرش روی سنگ فرش‌ها برداشته می‌شدند. سپس زهره همان روز را به یاد آورد که هنگام نهار دارا در گوشه خلوتی غافلگیرش کرد تا درخواست کند پس از پایان کار او را ببیند. در چند روز گذشته کمابیش متوجه نگاه‌های دزدکی او شده بود و کمی می‌توانست دلیل خواستش را حدس بزند. ولی چیزی نگفت تا از زبان خودش بشنود. به نگرانی زیادی که در چشم‌های سیاه و پف‌آلود او موج می‌زد نگاه کرد و در همان حال که سعی داشت احساساتش را مخفی کند از او پرسید دیدار؟ به چه دلیل؟ دارا در حالی که رنگ به رنگ می‌شد سرش را پایین انداخت. دستهایش را به هم قلاب کرده بود و با فشار کف دستهایش به هم بزرگی شانه‌هایش نیز نمایان‌تر می‌شد.
مدتی بود که انتظار چنین حالتی را می‌کشید تا سینه به سینه او بایستد و از نزدیک با او حرف بزند. حتی بارها این حالت را برای خودش مجسم کرده بود و اینک آرزو می‌کرد ای کاش برای همیشه به همان حالت می‌ماند. بیقرار شنیدن بود، ولی دارا همچنان ساکت بود و زمان در نهایت شیرینی چه دیر می‌گذشت. می‌خواست واژه به واژه حرف‌های او را بشنود و همه را به خاطر بسپارد. سرانجام دارا سرش را بالا آورد و در حالی که در چشمهایش اشتیاق به پاسخ موج می‌زد گفت: اگر بگذارید پس از پایان کار بگویم. همان موقع بود که با به یاد آوردن سامیار کسی او را از خواب خوش بیدار کرد. سرش را پایین انداخت و گفت: من به زودی سورم است و دیدار با شما در بیرون از کارگاه کار درستی نیست. دارا که گویی آماده شنیدن این پاسخ بود گفت: میدانم، برای همین است که میخواهم با شما صحبت کنم. سپس سکوت آزاردهنده‌ای بینشان حاکم شد. زیر چشمی او را میدید که لبهایش را به هم چسبانده بود و شقیقه هایش میزد. ولی مشتهایش را طوری در کنارش گره کرده بود گویی نمیخواست هیچ عذری را بپذیرد. احساس میکرد ادراکش را از دست داده و نمیداند چه پاسخی به او بدهد. خودش را مانند دلو آبی میدید که تنابش بریده و در ژرفنای تاریک چاهی فرو میرود. از خودش میپرسید: در کجای زندگی هستم؟ از زندگی چه میخواهم؟ یا اینکه سرنوشت از من چه میخواهد که این گونه بیرحمانه با من بازی میکند؟ گویی هیچ چیز دنیا جای خودش نبود و رویا نیز از خواب پریده بود و به جز واقعیت که همیشه بیدار بود و پیروز چیز دیگری نمیدید. سپس در حالی که بدنش میلرزید به او گفت: افسوس که نمیتوانم. و بیدرنگ از او جدا شد و پای کشان به کارگاه برگشت. با طعم گس سفیداب در دهانش متوجه دختر شد که داشت با تکه پارچه‌ای به صورتش سفیداب میزد و سپس گفت: چشمتان را ببندید تا گرد سفیداب به چشمتان نرود. چشمهایش را بست و با صدای دف و چنگ که از نشیمنگاه به گوش می رسید افکارش را دوباره پرواز داد تا در خاطره‌ای دیگر گم شود. اگرچه هم برای زمان کوتاهی باشد ولی گویی آرامش فقط در رویا و خیال بود. همسان شمی که فقط در خاموشی می توانست خود را برای سوختی دوباره آماده کند و باز خود را در آن غروب محزون در پردیس شاهی دید و دارا که داشت صدایش می زد. آروشا کمی بایست. در آنگاه بود که با شنیدن نام خودش از دهان دارا بی اختیار پاهایش سست شدند و تمام اندوهش را یک بار فراموش کرد. به راستی چه حس خوبی است وقتی نام خودت را از دهان کسی میشنوی که او را دوست داری. دارا گفت: خواهش میکنم صبر کنید. صدای دارا داشت مانند نوای موسیقی در گوشش طنین میانداخت که با فشار انگشتان نیرومند او بر بازویش خود را عقب کشید. دارا هم گویی تازه متوجه شده بود. بازویش را رها کرد و سرش را پایین انداخت و گفت: پوزش میخواهم. سپس مانند کسی که پر از حرف است و زمان زیادی هم ندارد در ادامه گفت: آروشا، من همه چیز را درباره شما میدانم. مرا ببخشید اگر کمی درباره تان پرسجو کردم، ولی این تنها به خاطر شیفتگی زیاد من به شماست. میدانم اکنون نیز کار درستی نمی کنم، ولی هر چقدر با خودم جنگیدم نتوانستم شعله این اشتیاق را در خودم خاموش کنم. اکنون از شما پاسخی میخواهم. اگرچه هم شاید عجیب به نظر برسد، ولی من چون این احساسی را نیز در نگاه شما میبینم. و پس از سکوت کوتاهی با لحن محکمی ادامه داد: راستش را بخواهید من هرگز به احساسم شک ندارم. سپس در حالی که خیره نگاهش میکرد ساکت شد. با سکوت او به یاد حرف مادرش افتاد که همیشه با خنده میگفت: دختر اسفندی من، تو مانند یک نارنگی میمانی که از روی پوستش میشود ترشی یا شیرینی آن را حدس زد. گویی باز بدون اینکه حرفی بزند تمام احساساتش آشکار شده بود. با مادر هم زیاد حرف نمیزد، ولی او همیشه متوجه تغییر حالتش بود. از خودش پرسید: پس اگر مادر به این خوبی مرا میشناسد چرا برایم کاری نمی کند؟ چرا وقتی میبیند که من هیچ هیجانی برای سور ندارم از خودش علت آن را نمیپرسد؟ یا شاید هم به گفته خودش به این باور دارد که عشق پس از پیمان زناشویی حقیقت می‌یابد و شاید خود او هم قبل از سورش به اندازه من غمگین و افسرده بوده.
اگرچه مادر درباره دارا چیزی نمیدانست، ولی چندان فرقی هم نمی‌کرد، چون اگر باخبر هم میشد، مصلحت اندیشی او نمی‌گذاشت که در برابر پدرش بایستد و با نظر او مخالفت کند. با صدای دختر به خودش آمد. عروس بانو، چشمهایت را باز کن، تمام شد. چشمش را باز کرد. دختر در حالی که روبرویش روی دو زانو نشسته بود گفت: فقط کشیدن سرمه مانده است. سپس سرمه‌دان نقره را باز کرد و با میله باریک آن گرد سیاه سرمه را به چشمانش کشید. سپس آینه گرد جهیزیش را به او داد و گفت: ببینید چطور است؟ آینه را از او گرفت و به خودش نگاه کرد. دیگر هیچ شباهتی به خودش نداشت. در آینه زنی بود که نه لب‌ها و نه گونه‌های سرخابیش می‌توانست از بیروح بودن صورتش کم کند و نه آن دو خط صاف و پهنی که با وسم روی ابروهایش کشیده بود از دروغین بودن می‌کاست، بلکه انگار برای تایید غیر حقیقی بودنش خال ریزی هم با وسمه در زیر گوش راست لبش گذاشته بود. حتی درخشش پودر زرک هم در پشت پلک‌هایش نتوانسته بود شادی را به صورتش بنشاند. گویی تنها چیزی که حقیقت درونش را آشکار می ساخت سفیداب بود که بی تفاوتیش را به نمایش گذاشته بود. به دختر جوان که همچنان با اشتیاق منتظر شنیدن نظرش بود نگاه کرد و گفت: خوب است، دستت درد نکند. و سپس آینه را به او داد. دختر شیشه روغن معطر را از جعبه برداشت و گفت: میخواهم به بدنتان روغن بزنم. بلند شد و به دنبال او به پشت پرده گوشه اتاق رفت. دختر از او خواست که برهنه شود و سپس شروع به مالیدن روغن بر پوست بدنش کرد. عطر ملایم گل سرخ در هوا آرام آرام پخش می شد و روانش را نوازش می داد که در همان حین در اتاق با صدای خرتی باز شد. آروشا جان؟ مادر بود. از پشت پرده پاسخ داد: اینجایم مادر جان، کمی صبر کنید. کمی بعد با همان قبای گشاد نیلی رنگی که از صبح به تن داشت از پشت پرده بیرون آمد. مادر تا او را دید شگفت زده به صورتش خیره شد و گفت: دخترم، چقدر زیبا شده ای. سپس نزدیک آمد و با دقت نگاهش کرد تا اینکه با دیدن موهایش رو به دختر کرد و گفت: زرک را فراموش کرده ای روی موهایش بریزی؟ ظرف زرک را بده، خودم میریزم. و بعد روی زمین نشست و مادر با 2 انگشت پودر زرک را روی موهایش پاشید. دختر با پیراهن سبز عروسی روی دستهایش منتظر ایستاده بود. مادر رو کرد به چند زن دیگری که در اتاق بودند و گفت: شما بیرون باشید. زنان بیدرنگ به دنبال هم از اتاق بیرون رفتند و در را پشت سرشان بستند. پیراهن عروسی را به تنش بپوشاند. سرش را از یقه پیراهن عبور دادند و آستین‌ها را از 2 طرف برایش بالا گرفتند تا دستهایش را به آستین‌ها فرو کند. سپس سرش را خم کرد تا مادر بندینک‌های زیر یقه‌اش را گره بزند. وقتی آنها مشغول صاف کردن چین‌های پیراهنش بودند، در آینه گرد جهیزیه‌اش که به جعبه تکیه داده شده بود، می‌توانست قسمتی از خودش را ببیند. مادر برای دوختن این پیراهن 2 هفته سخت کار کرده بود، ولی اکنون چنین پیراهن زیبایی بر تنش زار می‌زد. مادر گفت: آرام بر زمین بنشین. آرام نشست و مادر تاج ظریفی از طلا که با دانه‌های مروارید تزیین شده بود روی سرش گذاشت و 2 سر تاج را در میان موهایش محکم کرد. گردنبند 3 ردیفه مرواریدی به گردنش آویخت و 1 جفت گوشواره طلا که 2 مروارید درشت از آنها آویزان بود به گوشهایش کرد. کارش که تمام شد گفت: آروشا جان، بلند شو. ایستاد و مادر چند قدمی دور شد و دستش را زیر چانه گذاشت و گفت: اکنون آهسته بچرخ. دور خودش چند بار چرخید تا سرانجام مادر با تبسمی گفت: دخترم، شده یک عروس کامل و ستودنی. سپس نزدیک آمد و او را تنگ در آغوش گرفت. در حالی که در آغوش مادر بود در دلش پاسخ داد: نه مادر، من نه کاملم و نه ستودنی، بلکه جسمی بیروحم که راه می رود، حرف می زند و حتی بلد است لبخند بزند، ولی در حقیقت در اطرافش چیزی وجود ندارد که او را خوشحال کند.